به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول از همه من عذرخواهی میکنم بابت اینکه سرما خوردم، صدام گرفته و اینکه سعی میکنم که خیلی شمرده و آهسته و واضح صحبت کنم، اما هر قسمتی که موردی داشت شما بفرمایین که من بتونم خدمتتون مجددا توضیح بدم. خب توی این جلسه دوم کاری که ما میکنیم در واقع طراحی پله مستقیم، طراحی پله گرد که حالا حالتهای مختلفی داره و در نهایت طراحی پله های حول لوله هست که حالا من خدمتتون میگم. خب توی قسمت اول ما طراحی پله مستقیم رو داریم. طراحی پله مستقیم آسان‌ترین و راحت‌ترین مدل طراحی پله هست و خب خیلی پیچیدگی خاصی نداره، اما لازمه که ما اول از پله مستقیم شروع کنیم. پله مستقیم همونطور که توی الان تصویر دارید میبینید حالتهای مختلفی داره. یه پله مستقیمی داریم که اصلا هیچ پاگرد میانی، انتهایی و حتی ابتدایی نداره. یه پله مستقیم مدل دیگه‌ای داریم که زمانی که ارتفاع ما زیاد هست، تعداد پله هامون هم بالا میره، ما باید معمولاً طبق ضوابط بعد از 9 تا 12 تا پله‌ای که طی می‌کنیم یه پاگرد داشته باشیم. یعنی یه پاگرد میانی هم توی این قسمت داریم. حالا یه زمانی هستش که پله مستقیم ما به شکل ال شکل گردش میکنه که توی اون قسمت زاویه 90 درجه، یعنی توی اون کنج ال شکلمون، ما یا یه پاگرد مسطح داریم یا اینکه اگر نیاز داشته باشیم که تعداد پله‌های بیشتری رو بچینیم، ارتفاع پله هامون کم بشه، میایم توی اون پاگرد هم پله میچینیم. خب این هم یه مدل دیگه از پله های مستقیممون هست. حالا یه مدل دیگه داریم مثل اون مدل های پله های قدیمی یا پله های بنایی که رابط طبقات هست. یعنی یه رف داریم، یه پاگرد میانی به عرض راهرومون یا راه پلمون و یه دوباره بازوی دیگه که ادامه پله رو طی میکنه تا طبقه بالا. حالا باز این مدل پله هم ما یه موقع‌هایی هستش که توی وید هامون خب یه سری محدودیت هایی داریم و لازمه که در واقع از این مدل استفاده کنیم. یعنی یه ویدی داریم مستطیل شکله، توی اون مستطیل ارتفاع کف تا کفمون هم زیاده و باید توی اون مستطیل ما تعداد پله های بیشتری رو بچینیم. خب این مدل رفت و برگشتی مدلی هستش که پرت فضایی کمتری داره و تعداد پله های بیشتری رو میتونیم بچینیم. حالا یه موقعی هستش که انقدر ارتفاع پله هامون زیاد میشه که لازم داریم دوباره تو همین پاگرد میانی هم پله بچینیم. حالا این پاگرد میانی رو چجوری پله میچینیم؟ مثل این تصویری که الان اینجا میبینید. ممکنه که مثلا 1، 2 یا 3 تا پله داشته باشه ما بین این پاگرد و یا گاهی ممکنه که تو همین پاگرد هامون هم پله چیده بشه. همونطوری که حالا من توی جلسه قبل خدمتتون گفتم، ما یه سری ضوابط و اصولی رو داریم که باید طبقش پیش بریم. یعنی اصول و ضوابط به ما میگه که ما باید لزوما پاگرد میانی داشته باشیم. اما خب گاهی اوقات ما باید بیایم این ضوابط رو اولویت بندی کنیم. یعنی بین این که مثلا ارتفاع پله های 23 سانتی 24 سانتی داشته باشیم و اینکه پاگرد نداشته باشیم باید یکی رو انتخاب کنیم. خب طی کردن پله های 23 4 سانتی خیلی سخت تره به نسبت اینکه ما بخوایم مثلا این مابین پاگرد نداشته باشیم. خب توی مراحل طراحی من اول اینجا یه خلاصه مراحل طراحی رو بهتون میگم. توی هر صفحه از مراحل طراحی که داریم با هم پیش میریم سویچ میکنیم و میریم روی صفحه اتوکد، همزمان هم اجرا میکنیم. خب
توی مراحل طراحی که میخوایم انجام بدیم، این مراحل طراحی شامل پله‌های مستقیم و پله‌های گرد هست. حالا یه سری تفاوت‌هایی هم با هم دارن، تفاوت‌های ریزی، ولی کلیت کار به همین شکلی هستش که خدمتتون میگم. اولین کاری که ما میکنیم، خب ما توی طراحی پله ارتفاع کف تا کف رو داریم. بعد ابعاد این ویدی هم که در واقع میخوایم توش طراحی کنیم داریم. یعنی یا یه وید باریک مستطیلی داریم یا یه وید مستطیلی عریض‌تر داریم که مثلا میتونیم پله ال شکل رو توش طراحی کنیم، و یا شاید اصلا از این ویدمون یه وید عریض‌تر داریم که میتونیم پله مدل رفت و برگشته با پاگرد میانی طراحی کنیم. اصلا شاید یه ویدی داشته باشیم که به مربع نزدیکتر باشه یا مستطیل بزرگتری باشه، ما بتونیم اصلا پله گرد نیم گرد طراحی کنیم. خب در حالت کلی ما اولین کاری که میکنیم با توجه به ارتفاع پله هایی که داریم و ابعاد ویدی که داریم، میایم تعداد پله ها رو به صورت پیش‌فرض محاسبه میکنیم. منظور از پیش‌فرض چیه؟ ما اول میایم یه سری تعداد پله ها رو محاسبه میکنیم. یعنی مثلا میگیم از کف تا در واقع کف این پروژه ما مثلا 3 متره یا 4 متره. ما n تعداد پله لازم داریم که بخوایم توی این فضا بچینیم. خب این تعداد پله های اولیه رو به دست میاریم. مرحله بعدی خب ممکنه که این تعداد پله ها تغییر بکنه. چرا؟ چون ما میایم همین تعداد پله ها رو توی فضای ویدی که داریم، این ویدی که مشخص شده، حالا میتونه به هر شکلی که باشه، این تعداد پله ها رو میایم توی این وید میچینیم و بعد از اون میایم ارتفاع سرگیری رو محاسبه میکنیم. دومین کاری که باید انجام بدیم توی محاسبه ارتفاع سرگیری، حالا دیگه مثلا ما الان در واقع راه پلمون شکل گرفته، عرض پلمون شکل گرفته و همه چی رو داریم، میایم سرگیری رو محاسبه میکنیم، میبینیم که پله ما سرگیره. خب اون موقع است که ما باید بیایم تعداد پله ها رو کم و زیاد کنیم، با ارتفاع پله ها بازی کنیم تا در نهایت ارتفاع نهایی بر اون بتونیم به دست بیاریم که دیگه سرگیر نباشه. خب الان اینجا یه نمونه رو با هم پیش میبریم. من این نمونه اینجا رو براتون توضیح میدم. بعد تمام این مواردی که توی این فایل PDF با هم بررسی کردیم رو میریم توی صفحه اتوکد روی یکی از پروژه ها اجرا میکنیم. البته روی یک پروژه نه، چند تا پروژه رو با هم بررسی میکنیم، حالتهای مختلفش رو در نظر میگیریم تا اینکه مثلا براتون خوب جا بیفته. بریم توی طراحی پله ال شکل. ما میخوایم این پله که الان توی تصویر میبینید ساخته شده رو طراحی بکنیم. خب ما اول کار که این پله رو نداریم، درسته؟ کاری هم با مدل سازه پله‌مون نداریم، ولی من اسم سازه های پله رو بهتون میگم که براتون بیشتر جا بیفته. ما به این مدل پله زیرمحور میگیم. حالا چرا باید اینو بدونین؟ چون که روش طراحی مدل پله زیرمحور با پله 2 محور باکس، 2 محور ورق و یا حتی تک محور کنسولی توی طراحی اولیه هم یه تفاوت‌های خیلی ریزی داره. خب اول کار که ما داریم طراحی می‌کنیم، در واقع کارفرما هنوز شاید تصمیم نگرفته باشه که چه مدل پله‌ای رو، چه مدل سازه پله‌ای رو بخواد اجرا کنه. حالا یا در ادامه تصمیم میگیره یا ما بهش کمک می‌کنیم که بهترین مدل پله رو بسته به شرایط پروژهش انتخاب بکنه. خیلی خوب. الان ما این فضا رو، این چیدمان پله رو نداریم، این دستگاه پله‌ای که اینجا اجرا شده رو نداریم. ما فقط یک وید داریم توی لحظه اول، یک وید با ابعاد 4 متر در 2 متر و 80. دارم مثال میزنم براتون. کارفرما به ما میگه که من ابعاد ویدم 4 متر در 2 متر و 80، ارتفاع کف تا کف هم 3 متر و 70. خیلی خوب. کاربری فضایی که میخواین طراحی کنیم چیه؟ این مهمه.
کاربری این پله به طور مثال برای یک پاساژ هست، یعنی تجاریه. پس ما تقریبا ارتفاع پله هامون در حدود 15 تا 17 سانتی متره. خب یه مورد دیگه ای که بررسی میکنیم همزمان اینه که ما توی ویدمون محدودیتی داریم. منظور از محدودیت خب هم اون فضای باز ویدمون هست که ما محدودیتی نداریم، یک مستطیل کامل برامون باز هست و توی قسمت ورود و خروجمون هم محدودیتی نداریم، از دو طرف به دیوار منتهی شده و مانع دیگه نداریم. خیلی خوب، ما ارتفاع کف تا کفمون رو 3 متر و 70 رو تقسیم میکنیم. مثلا میگیم که اگر بذارید من برم روی حالت، خب بذار اینو توضیحش رو کامل کنم. مثلا میگیم ما اگر بخوایم ارتفاع هر پله‌مون 17 سانتی متر باشه چند تا پله باید بچینیم، درسته؟ خب من الان میرم رو حالت شیر اسکرین. حالا ما گفتیم که ارتفاع کف تا کفمون رو اینجا باید محاسبه کنیم که اولین کاری که انجام میدیم ارتفاع کف تا کفمون هست، تعداد پله هایی هستش که باید به دست بیاریم. خب قدم اول چیه؟ ما میگیم کف تا کف ما 3 متر و 70. من اینجا اشتباهی نوشتم 2.94. خب 3 متر و 70. ما میگیم اگر ببخشید 2.96 2.94 2 متر و 94. ما میگیم ارتفاع کف تا کفمون 2 متر و 94. ما برای اینکه 17 تا پله داشته باشیم همیشه گفتم معکوس پیش میریم. میگیم مثلا برای اینکه ارتفاع هر پله‌مون در حدود 17 سانت باشه چند تا پله باید داشته باشیم. پس من 2.94 رو تقسیم بر 17 میکنم. خب مشخص میشه 17/3. یعنی من اگر 17 تا پله داشته باشم ارتفاع هر پله‌م هولوش 17/3 میشه. خب این میشه قدم اولی که ما میخوایم توی طراحی باید انجام بدیم و محاسبه ارتفاع کف تا کفه. خب محاسبه تعداد پله هاست. عذرخواهی میکنم. حالا یه مدل پله دیگه هست که در ادامه این مربوط به یکی دیگه از پروژه است. من میخوام روی این براتون توضیح بدم چون قدرت مانور این پروژه حالا بیشتره. خب قدم اول ما به در واقع توضیح کارفرما یک وید مستطیل شکل باریک داریم که عرض ویدمون 136 سانته، طول ویدمون 4 متر و 66 سانته. بچه من این رو دوباره روی فضای اتوکد براتون ترسیم میکنم. حالا ارتفاع کف تا کف توی این پروژه ببینید توی نقشه هم نوشته شده 4 متر و 35 ارتفاع در واقع کف بالا هست، ولی شروع پله ما هم از کف طبقه خودش در حدود 57 سانت بالاتره. پس ما ارتفاع کف تا کف رو وقتی میخوایم برای محاسبه پله‌مون داشته باشیم در واقع باید 4 متر و 35 رو منهای 56/7 بکنیم، یعنی این عدد ابتدا و انتها رو باید کسر کنیم. ارتفاع کف تا کف ما به دست میاد 3 متر و 78/3. کاربری در واقع تجاری هست. ضخامت سقف 50 سانت هست. کاربریمون عمومیه و اینکه توی کاربری عمومی مثل حالا پاساژ ما گفتیم حدوداً بین 15 تا 17 سانت به 16 تا 20 سانت ارتفاع پله هایی هستش که میتونیم طراحی کنیم. ویدمون هم محدودیتی نداره تا به اینجا. حالا همونطور که توی تصویر میبینین از یک سمت به دیوار منتهی میشه از دو سمت و در قسمت خروج هم ما باید حتما خروج رو ورود و خروج ما از یک جبهه باشه. این محدودیتمون هست که ورود و خروج بعد از یک جبهه باشه، چون دوباره این قسمت ما دیوار داریم. حالا توی تصویر هنوز تیغه ها کشیده نشده. خیلی خوب، اولین قدم
تعداد پله ها رو ما باید حساب کنیم. ما گفتیم ارتفاع کف تا کفمون 4 متر و 35 منهای 56 ممیز 7 ارتفاع کف تا کف خود پلمون رو میخوایم به دست بیاریم 3 متر و 78 ممیز 3. میگیم اگر ما بخوایم توی این فضا مثلا ارتفاع هر پلمون در حدود 17-18 سانت باشه چند تا پله باید داشته باشیم؟ خب ما معمولا میایم راحت ترین حالت رو در نظر میگیریم میگیم مثلا ما میخوایم ارتفاع هر پلمون حدودا 17 سانت باشه. تعداد پله هامون میشه چند تا؟ حدودا 22 تا 23 تا کف پله. خب پس اگر ما ارتفاع کف تا کفمون که 3 متر و 78 ممیز 3 هست این رو تقسیم بره حالا 23 تا پله بکنیم تقریبا ارتفاع هر پله 16 ممیز 4 میشه. حالا ما توی حالت اولیه باید بررسی کنیم که ببینیم مثلا یه همچین تعداد پله 23 تا پله با این ارتفاع توی وید ما جواب میده یا نه. خب قدم دوم حساب کردن تعداد پله هاییه که سرگیر نمیشه. این همون فرمول هستش که جلسه پیش بهتون گفتم. این فرمول در واقع تعداد پله های احتمالی که ما میتونیم زیر وید بیاریم رو بهمون نشون میده، اما باز هم این در واقع حدودی هست، احتمالی هست، ممکنه که تعدادش تغییر کنه که ما در نهایت بعد از طراحی کردن آخر در واقع مراحل طراحیمون میایم یک بار دیگه ارتفاع سرگیری رو حساب میکنیم. خب ما توی این قسمت گفتیم که ضخامت سقفمون 50 سانته. فرمول ما چی بود؟ ما گفتیم ضخامت سقف رو که در واقع همین 50 سانت هست به اضافه ارتفاع پلمون که اینجا به دست آوردیم 16 ممیز 4 میکنیم به اضافه اینکه مثلا ارتفاع انسان رو 2 متر در نظر میگیریم. اینها رو با هم جمع میزنیم و از ارتفاع کلمون کم میکنیم. خب همونجوری که داریم صحبت میکنیم پیش میریم. ضخامت سقف رو جمع میزنیم با ارتفاع یه دونه از کف پله هامون که ارتفاع پله هامون 16 ممیز 4 شد. به اضافه ارتفاع انسان رو که در حدود 2 متر هست اینا رو با هم جمع میزنیم به ما یه عدد میده که الان اینجا شده 266 ممیز 4 سانتی متر. از ارتفاع کل طبقه ما این رو کم میکنیم. خب میگیم که ارتفاع کل طبقه، من دیگه اینو صفر نمیکنم، خب میگیم ارتفاع کل طبقه 3 متر و 78 ممیز 3 266 رو ازش کم میکنیم. ارتفاعی که بهمون میده 111 ممیز 9 سانتی متره. حالا این عددی که به دست اومده رو تقسیم بر ارتفاع یه دونه پله میکنیم که ببینیم چند تا در واقع اون مابقی ارتفاعی که داریم چند تا پله میتونه بیاد زیرش قرار بگیره. پس این عدد رو دوباره تقسیم بر 16 ممیز 4 میکنیم. اینجا نشون میده که ما حدوداً بین 6 تا 7 تا پله میتونیم بیایم زیر وید. خب حالا اینو اینجا نگه میداریم. این تا حدودی بهمون نشون میده که خب مثلا از اون 23 تا پله باید مثلا 6 7 رو بیرون داشته باشیم، مابقی باید داخل وید چیده بشه. حالا بریم ببینیم که میتونیم با مابقی رو داخل وید بچینیم یا نه. خب قدم بعدی ما اینه که ما بیایم بعد از اینکه این محاسبات رو انجام دادیم عرض پلمون رو توی فضای ویدمون بررسی کنیم. خب معمولا ما گفتیم که در واقع توی فضاهای اداری و تجاری عرض پله ها رو میتونیم مثلا 100 تا 120 سانتی متر در نظر بگیریم که گفتیم اگر 100 سانتی متر باشه چون که ناخودآگاه دو تا انسان وقتی از کنار هم رد میشن شونه هاشون به سمت هم متمایل میشه پس 100 سانتی متر جواب میده و عرض شونه ها که 60 سانتی متر هست لزوما نیازی نیستش که ما بیایم دو تا 60 سانت یعنی 120 سانت عرض 120 سانت رو در نظر بگیریم. خب
این یکی از مواردی هستش که توی عرض پله ها باید در نظر بگیریم. حالا اینکه ما ببینیم عرض راه پله‌مون رو 90 سانت در نظر بگیریم، 1 متر در نظر بگیریم یا 1 متر و 20 چه تغییری رو ایجاد میکنه. اینو اینجا داشته باشین، این سوال رو تو ذهنتون. و اینکه حالا ما میایم عرض رو توی فضای ویدمون میچینیم، یعنی در نظر میگیریم اون اندازه‌ای رو که میخوایم، تعداد پله ها رو شروع میکنیم داخلش چیدن. خب توی همین مرحله بریم این کار رو انجام بدیم. این الان فضای همون ویدی هستش که ما میخوایم داخلش طراحی کنیم. ما یه ویدی داریم 4.66 در عرض 136. همین ویدی که توی این قسمت بازه، ما این وید رو داریم. ارتفاع کف تا کفمون هم که به دست آوردیم 3.78. خیلی خوب. حالا مثلا من الان نمیدونم که عرض پله هامو 90 بگیرم، 1 متر در نظر بگیرم یا 1 متر و 20. خب اولین کاری که میکنیم معمولا خب ابتدای طراحی خیلی دست و دل بازانه پیش میریم، همه چی رو میخوایم راحت باشه برای کاربر و به همین خاطر مثلا میایم عرض راه پله‌مون رو 1 متر در نظر میگیریم. خب ابتدای کار ما گفتیم چی کار میکنیم؟ 3 متر و 78 ممیز 3 ارتفاع کف تا کفمون هست. میگیم مثلا توی یه همچین فضایی ما گفتیم بین 16 تا 20 سانتی متر مثلا میتونیم ارتفاع هر پله رو در نظر بگیریم. درسته؟ خب ما اومدیم تقریبا ارتفاع هر پله رو گفتیم اگر بخوایم مثلا هولوش 17 سانت باشه 22 تا 23 تا پله میخوایم بچینیم. حالا میخوایم ببینیم این تعداد جواب میده یا نه. خب حالا ما تعداد پله هامون رو به دست آوردیم، مثلا 23 تا پله میخوایم داشته باشیم، ارتفاع هر پله 16.9 باید باشه. میریم که عرض پله رو ترسیم کنیم. ترسیم عرض پله، دستور آفست او کیبورد اسپیس. میگیم عرض هر پله رو میخوایم 100 سانت یا 1 متر در نظر بگیریم. خب شروع میکنیم به در واقع آفست کردن فضای پله‌مون. یه چیزی رو که بچه‌ها در نظر باید بگیریم که من این مورد رو توی طراحی پله بیشتر توضیح میدم و اونم اینه که ما همیشه باید توی طراحی فاصله از دیوارهای جانبی رو در نظر بگیریم. حالا توی این پروژه ما از ابتدا کارفرما برامون مشخص کرده بود که من میخوام در واقع سازه پلم زیر محور باشه و حتی توی این قسمت ها ببینید ما الان اینجا رو میبینیم مثلا شاسی پله بین دو تا ستونمون قرار گرفته. کارفرما میخواد که اینجا توی این قسمت شاسی رو داخل دیوار کار بکنه، قسمتی از شاسی رو. خب به خاطر همین ما دیگه اینجا فاصله ندادیم چون که سازمون به صورت زیر محور اجرا میشه. زیر محور هم که سازه و یا شاسی پله در واقع زیر کف پله ها قرار میگیره. خب پس ما دیگه اون بحث در نظر گرفتن فاصله از اطراف وید رو نداریم. حالا من بهتون گفتم اینا رو توی ادامه من بیشتر براتون توضیح میدم، نگران این نباشین که متوجهش نمیشین. خیلی خوب. حالا ببینید بذارید یه بار دیگه من برم. ما تعداد پله هامون رو به دست آوردیم، گفتیم که حدودا میخوایم 23 تا پله داشته باشیم، ارتفاع هر پله شو 16.4، ارتفاع کف تا کف هم مشخصه. این هم فضای مستطیل شکل ویدمون هست و محدودیتی که داشتیم این بود که ما ورود و خروجمون باید از یک جبهه صورت بگیره، یعنی اگر از این سمت داریم وارد میشیم از همین سمت هم باید خارج بشیم. خب دو طرفمون هم دیوار هست. حالا جهت ورود و خروجمون هم به خاطر اینکه ما سمت در واقع راست یه دیوار داریم، شروع پله رو از سمت راست شروع میکنیم و زمانی که پله توی طبقه بالا
از سمت چپ خارج میشه فضای بیشتری جلوی خروجی داریم. به همین دلیل زاویه گردش، در واقع جهت گردش پله ما به صورت خلاف عقربه های ساعت، یعنی به صورت پاد ساعت گرد هست. خیلی خوب. دستور آفست رو گفتیم میزنیم، اندازه‌ای که میخوایم آفست بشه رو وارد میکنیم، اسپیس رو میزنیم و چون نیازی به اعمال کردن فاصله نبود، چون سازه پله‌مون به صورت ذی‌محور بود، ما تیغه های در واقع دیوارهامون رو به همون عرض 1 متر آفست میکنیم. خب خطوطمون رو در واقع ببینیم، من با شورتکات، حالا جلسه پیش خدمتتون گفتم با شورتکات پیش میرم. این خطا الان تا انتهای دیوارها نرفته. ای X رو میزنیم، extend space و در واقع اون خطوطی که میخوایم ادامه پیدا کنه رو سر خط رو کلیک میکنیم و بعد اسپیس رو میزنیم. خیلی خوب. پس چون ما از یک جبهه میخوایم ورود و خروج رو داشته باشیم، پس لزوما توی دوتا گوشه ما پاگرد رو داریم. حالا این یا پاگرد به صورت پاگرد باقی میمونه یا تبدیل میشه به پله. حالا قدم بعدیمون رو ما گفتیم عرض پله ها رو در واقع به دست میاریم. قدم بعدی چیدن پله ها داخل خود فضای ویدمون، داخل خود فضای پله‌مون هست. یعنی در واقع چی رو میخوایم مشخص کنیم؟ پاخور پله ها رو. خب اندازه ها رو یه بار چک کنیم. ما یک در واقع خب من فکر کنم اشتباه آفست کردم. آفست 100 به سمت مرکز. خیلی خوب. ما عرض در واقع به خاطر اینکه ورود و خروجمون از یک جهت بود، پس ما اینجا دو تا پاگرد توی قسمت‌های انتهایی داریم. عرضمون یه پاگرد توی قسمت ابتدایی داریم 1 متر، یک پاگرد توی قسمت انتهایی داریم 1 متر و فاصله‌ای که این ما بین میمونه 266 سانت هست. تو این 266 سانت ما باید تعدادی پله بچینیم، درسته؟ ببینیم من میخوام تفاوت عرض راه پله 1 متر و 90 سانتی متر یا حتی 1 متر و 10 رو با هم بررسی کنیم. خب توی این 266 سانتی متر اگر ما بخوایم 10 تا پله بچینیم، پاخور پله هامون میشه 26/6. پاخورش به نسبت کم هست، گرچه 3 سانت آبچکون بهش در نهایت اضافه میشه، کاور پله بهش اضافه میشه. ولی خب ما توی این پروژه چون تجاری بود، دقیقا همون کاور در واقع حالت فلزی پله رو داشتیم، یعنی پاخور پله‌مون در نهایت 26/6 میشد. حالا اگر ما بخوایم 9 تا این ما بین پله داشته باشیم، پاخور هر پله‌مون میشه 29 تقریبا 6. پس ما شروع میکنیم این رو آفست کردن. دستور او رو میزنیم، اسپیس 29/6 رو میزنیم، اسپیس، آبجکتی که میخوایم آفست بشه رو انتخاب میکنیم. قبل از اینکه کلیک بکنیم ببینید زمانی که میخوایم چند تا در واقع خط رو پشت سر هم با یک اندازه آفست بکنیم، کاری که ما میکنیم اینه که قبل از اینکه بخوایم اسپیس بزنیم ام رو میزنیم و اسپیس رو میزنیم. حالا شروع میکنیم توی صفحه کلیک کردن. دیگه توی این حالت نیازی نداریم که ما دستور آفست رو بزنیم و اسپیس رو بزنیم. خیلی خوب. من خطهای اضافه رو با دستور تی آر که تریم هست پاک میکنم، تی آر رو میزنم
میگم که میخوام از این خط به بعد من این ادامه خط ها رو نداشته باشم. پس آبجکت مبنامو انتخاب میکنم، اسپیس رو میزنم. حالا شروع میکنم سلکت کردن خطوطی که میخوام پاک بکنم و اسپیس در نهایت. خب پس ما این وسط تعداد پله هایی با پاخور 29.6 داشتیم. میرسیم به پاگرد، 9 تا پله طی میکنیم، میرسیم به پاگرد و در انتها یک پله 29.6 هم باید از این جهت داشته باشیم. دیگه این مقداری که باقی میمونه رو با سطح کف طبقه یکی میکنیم. خب اینجا هم الان میتونیم همین کار رو انجام بدیم. دستور تی آر رو میزنیم، میگیم این دوتا خط مبنای من هست، اسپیس رو میزنم، میگم میخوام این مابینش پاک بشه، سلکت میکنم اسپیس. خیلی خوب. حالا ما چند تا پله اینجا داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ما 10 تا پله دیگه هنوز میخوایم داشته باشیم. آفست رو میزنیم، با همون پاخوری که قبلا بهش داده بودیم شروع میکنیم به سلکت کردن. چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 6 7. خیلی. یک بار دیگه چک میکنید تعداد پله‌مون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ما دو تا پله دیگه 22 و 23. خب حالا اینجا گفتیم دوباره میریم بررسی میکنیم. ما گفتیم که توی محاسبه اولیه‌مون تعداد پله هایی که میتونست بیاد زیر وید ادامه پیدا کنه و سرگیر نباشه گفتیم بین 6 تا 7 تا پله هست. چند تا داریم الان؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تقریبا 9 تا پله الان زیر وید داریم. خب اینجا خودش نشون میده که این تعداد پله ها سرگیر میشن. حالا روش دیگه ای که باید حساب کنیم به این شکل هست. ما به یه روش دیگه هم ارتفاع سرگیری رو حساب میکنیم. اینجا رو دقت کنید. ارتفاع کف تا کف رو ما الان میایم محاسبه میکنیم ارتفاع سرگیری رو با روش دیگه. ارتفاع کف تا کفمون 378.3 بود. تقسیم بر تعداد پله هامون 23 تا بود. ارتفاع هر پله شد 16.4. تعداد پله هایی که داخل وید هست رو میشماریم. این تعداد رو ضرب در ارتفاع یه دونه کف پله میکنیم. یعنی چی؟ الان ما داخل وید اینجا چند تا پله داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ما 13 تا کف پله داخل وید داریم. پس ارتفاع تک پله‌مون رو ضرب در 13 میکنیم. میشه 213.8. ما ضخامت سقف رو گفتیم چند سانت؟ ضخامت سقفمون 50 سانت بود. منهای 50 ضخامت سقف میکنیم. ارتفاعی که به ما میده 163.8 هست. این 163 کدومه؟ یعنی ارتفاع سرگیری. خب از این لبه ویدمون تا پله‌ای که زیرش قرار میگیره این ارتفاع زمانی که فرد داره میاد پایین از اینجا این ارتفاع 163.8. خب این ارتفاع سرگیره. یعنی یک کسی که ارتفاع قدش 180 سانت باشه قطعا اینجا سرش با لبه وید برخورد میکنه. خب ما اینجا چی رو متوجه شدیم؟ متوجه شدیم که ارتفاع 16 سانت اینجا جواب نمیده. من هنوز عرض راه پله‌مو رو جابجا نکردم. میام با ارتفاع پله ها بازی میکنم. چیکار میکنم؟ میگم اگر توی این فضای ویدی که
ما اینجا چیدیم. اگر من به جای 378 ممیز 3 اگر به جای در واقع 23 تا پله من بیام اون 3 تا پله که گفتیم سرگیر میشه، ما گفتیم الان 9 تا پله داریم داخل وید، گفتیم تقریبا میتونیم 6 تا پله داشته باشیم، 7 تا پله داشته باشیم، پس من اون رو ازش کم میکنم، میگم به جای 23 تا من توی این ارتفاع 20 تا پله داشته باشم. ارتفاع هر پله میشه چقدر؟ 18/9. خب من این 3 تا پله‌مو حذف میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خب حالا میخوایم چند تا پله خارج از وید داریم؟ طبق اون محاسبه دستیمون 3 تا و 3 تا میشه 6 تا. طبق این محاسبه‌ای که ما اینجا داشتیم گفتیم بین 6 تا 7 تا پله میتونیم بیایم زیر وید. ما الان 6 تا 7 تا پله داریم. البته الان باید دوباره این رو حساب کنیم. یعنی چی؟ میگیم ارتفاع یک پله که 18/9 به اضافه ضخامت سقفمون به اضافه یه انسان با قد 2 متر به همون ارتفاعی رو میده که ما این رو باید از ارتفاع کف تا کفمون که 378/3 هست کم بکنیم. این عدد به دست اومده، این ارتفاع رو تقسیم بر ارتفاع یه دونه کف پله‌مون که 18/9 هست میکنیم. به ما میگه ما 5 تا پله 5 تا 6 تا پله میتونیم بیایم زیر وید. خیلی خوب، ما اینجا اینو حساب کردیم. حالا میریم از اون روش معکوسش حساب میکنیم. میگیم 378/3 ارتفاع کف تا کف تقسیم بر تعداد پله هامون که 20 سانته، ارتفاع هر پله میشه 18/9. داخل وید ما 13 تا پله داشتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. این رو ضرب در 13 میکنیم میشه 245/8 تقریبا -9 تقسیم بر حالا این ارتفاع در واقع از کف پله، از روی این زمانی که روی این پله قرار بگیریم تا زیر سقف هست. خب من برای اینکه بخوام ببینم این سرگیر میشه یا نه باید ضخامت سقف رو ازش کم بکنم. ببخشید باید کم بکنم، من تقسیم کردم. خب یه بار دیگه حساب میکنیم. ارتفاع کف تا کف 378/3 تقسیم بر تعداد پله هامون 20 تاست. ارتفاع هر پله میشه 18/9. این 18/9 رو ارتفاع یه پله رو ضرب در تعداد پله هایی که داخل وید هست که اینجا 13 تا بود ضرب در 13 میکنیم. ارتفاع 245/9 میشه. ما گفتیم این ارتفاع 245/9 ارتفاع روی کفمونه تا روی کف پله‌مونه. پس ما باید این ضخامت سقف رو ازش کم کنیم. منهای ضخامت سقفمون 50 سانت میکنیم میشه 195/8 -9 195/9 میشه. خب ببین ما گفتیم ارتفاع سرگیری که ما میخوایم حساب بکنیم برای در واقع فضامون تقریبا باید بین 2 و 5 تا مثلا دیگه 198 سانت، دیگه خیلی کم میشه 198 سانته. درسته؟ پس این ارتفاعی که سرگیر میشه. اگر ما بخوایم تعداد پله ها رو کم بکنیم چه اتفاقی میفته؟ زمانی که تعداد پله ها رو کم میکنیم یعنی ارتفاع پله‌مون رو داریم میبریم بالا. ما ارتفاع پله‌مون الان تقریبا 19 سانت بود، 18/9 بود. حالا 378/3 رو تقسیم بر 20 تا پله داشتیم، مثلا میکنیم تقسیم بر 19 تا پله. ارتفاع هر پله‌مون تقریبا نزدیک 20 سانت میشه. خب ما الان میایم اولویت بندی میکنیم. اولویت بندی ما چیه؟ ما میگیم بین این که ارتفاع پله‌مون رو بخوایم بیشتر کنیم بیایم عرض پله‌مون رو از 1 متر
ببینیم عرض پلمون رو از 1 متر به 90 سانت کم کنیم. حالا چه تغییری میکنه؟ من از این الان یه کپی میگیرم کنارش براتون دوباره ترسیم میکنم. خیلی خوب. دوباره همون مراحل رو انجام میدیم ولی با عرض پله 90 سانت. درسته؟ خب ما تا اینجا فهمیدیم که اگر 20 تا پله داشته باشیم و ارتفاع هر پلمون حدوداً 18.9 سانتی متر باشه شرایط مطلوبیه. خب میایم عرض پلمون رو کم میکنیم. آفست رو به جای 100 سانت میکنیم 90 سانت. آفست 90 رو میزنیم. طبق شرایطی هم که داشتیم گفتیم دیگه نیازی نیستش که ما بخوایم از اطراف فاصله بدیم چون سازمون زیر محور هست. خیلی. حالا ما دو طرف که همچنان همون پاگردا رو داریم ترجیحاً چون تجاری هست سعی میکنیم پاگردا حفظ بشه. ما قبلا فضای بین دوتا پاگردمون 266 بود الان شده 286. خب این 286 خودش به تعداد پله هایی که میخوایم این وسط اجرا کنیم اضافه کرده. یعنی چی؟ یعنی ما الان میتونیم این بین به جای 9 تا پله‌ای که چیده بودیم قبلا با پاخور 29 سانت، ببینیم پاخور قبلیمون 29.6 بود. به جای اینکه بیایم 29.6 باشه میایم پاخورها رو به 28.6 تبدیل میکنیم. یعنی ما میتونیم این بین 10 تا پله بچینیم. 10 تا پله با پاخور 28.6. دستور آفست رو میزنیم. آبجکت رو انتخاب میکنیم و پله ها رو میچینیم. خیلی خوب. ما همین پاخور رو توی این قسمت از پله هامون هم داریم. فقط تفاوتی که الان توی این حالت داره ما اینجا بعد از پله آخرمون حدودا 6 سانت در واقع پاخور داشتیم که این رو به سطح کف طبقه بالا اضافه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا هر مسئله‌ای که اجرا میشه در ادامه میاد اینجا هم اجرا میشه. ولی توی این حالت ما حدودا 17 سانت داریم پاخور رو. خب بریم این قسمت بچینیم. چند تا داشتیم اینجا؟ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 تا. یه دونه پله اضافه شد به اضافه یه نصف پله. خب ما 6 تای دیگه باید بچینیم. خیلی 20 تا پله‌مون رو الان داریم. تعداد پله های خارج از ویدمون هم 1 2 3 4. این رو هم حالا حساب میکنیم میگیم 5 تا. کلا 4 تا 5 تا پله‌مون خارج از وید هست. خب اینجا الان چه تغییری کرد؟ بریم ببینیم چطور شد. ما پاخور پله هامون شد 28.6. عرض پله‌مون شد 90 سانت. در واقع این دوتا پاگرد به طرفین یه ذره بیشتر جمع شدن و یه دونه پله دیگه ما تونستیم این مابین بچینیم. خیلی خوب. ببینیم چطور شد. ارتفاع کف تا کف 378.3 تقسیم بر 20 تا پله داشتیم. ارتفاع هر پله 18.9. ارتفاع سرگیری رو میخوایم حساب کنیم. این قسمت یعنی داخل فضای ویدمون به جز این نصفه ما 14 تا پله داشتیم. ضرب در 14 میکنیم میشه 264.8.
این 264 گفتیم ارتفاع از روی این یه دونه کف پله تا روی کف طبقه بالا هست. خب پس ما باید ضخامت این سقف رو که 50 سانت هست ازش کم بکنیم. منهای 50 میکنیم میشه 214/8. ما گفتیم ارتفاع سرگیری چقدر باشه خوبه؟ حدوداً بین 205 تا 210 سانت باید باشه. خب ما الان اینجا تقریباً 215 سانت داریم ارتفاع سرگیری. یعنی زمانی که کاربر داره از این قسمت، یعنی کف طبقه بالا داره میره پایین، میرسه روی این 14مین پله، یعنی زمانی که روی این پله قرار میگیره، توی تصویر بخوام ببینیم مثلا زمانی که روی این پله قرار میگیره، یک پله بعد از پاگه، زمانی که روی این پله قرار میگیره. البته بچه‌ها الان این عکس چون از این کنج گرفته شده، شما تصور میکنید که لبه وید در واقع از حتی لبه پاگرد هم توتره، ولی در صورتی که به این شکل نیست. زمانی که روی این پله بعد از پاگرد قرار میگیره، توی اینجا روی این پله قرار میگیره، ارتفاع کاربر از روی پله تا زیر سقف تموم شده ما 215 سانتی متر تقریبا. خب این ارتفاع خوبیه دیگه، سرگیر نمیشه. خب پس دیدین زمانی که ما عرض پله رو کمتر میکنیم، الان دیگه تغییری که ایجاد کرد برای ما این بود که ارتفاع سرگیری رو دیگه رد کردیم. عرض پله رو کمتر کردیم، یه دونه پله این وسط تونستیم بیشتر بچینیم، به اضافه اینکه پاخورمون هم در حدود 1 سانت پاخورمون کوچکتر شد. خب 1 سانت خیلی مشکل ساز نیست. به اضافه اینکه ما حالا این 28/6 که داریم رو حالت پروفیلمون هست. حالا درسته که گفتیم اینجا خیلی تغییر نمیده کارفرما، ولی باز هم در حدود 4 سانت رو بهش اضافه، در حدود 4 میل رو دیگه حداقل هم بهش اضافه کنیم. ما پاخورهای نهایی 29 سانتی داریم، یعنی پاخوری هستش که استاندارده. پاخور 30 سانت شما گفتیم استاندارده، 29 سانت هم توی تکمیل نهایی کف پله جواب میده. خب پس ببینیم ما زمانی که داریم پله رو طراحی میکنیم باید بین ضوابط پله‌مون اولویت بندی کنیم. یعنی که توی زمانی که کاربر داره میاد پایین، زمانی که کاربر داره از اون پله تردد میکنه، ما باید یا ارتفاع کف پله رو مبنا قرار بدیم یا عرض خود پله رو. خب با 90 سانت که عرض پله باشه کاربر خیلی دچار مشکل نمیشه، چون تجاری کم ترددیه به نسبت. ولی با ارتفاع پله 20 سانت ممکنه که تردد براش سخت‌تر باشه. خیلی اینجا هم اومدم همین مورد رو براتون توضیح دادم. محاسبه معکوس ارتفاع سرگیری زمانی که طراحی انجام شد. پس ما چه کار کردیم؟ ما زمانی که ارتفاع کف پله هامون به دست اومد، ما الان اینجا با همون ارتفاع در واقع 18/9 و 16/4 پیش رفتیم. زمانی که ما 14 تا پله داخل وید داریم، اگه مثلا همون 23 تا پله رو می داشتیم، اینو در نظر بگیریم. داخل وید از سمتی که خارج میشیم، یعنی از کف طبقه بالا، به صورت معکوس شروع میکنیم تعداد پله ها رو به شمردن. 14 تا پله داریم. خب توی این حالت که میخوایم ارتفاع سرگیر رو معکوس حساب کنیم، از سمتی که در واقع انتهای پله‌مون هست، یعنی از طبقه بالا، تعداد پله ها رو شروع میکنیم به شمردن. این تعداد پله هایی که داخل وید قرار میگیره رو ضرب در ارتفاع هر یه دونه پله‌مون میکنیم. یعنی ما گفتیم که
ارتفاع هر یه دونه پله‌مون 16 ممیز 4 توی اون محاسبه اولیه‌مون. ضرب در 14 میکنیم میشه 229 ممیز 6. حالا از این ارتفاع در واقع ارتفاع روی کف پله 14 هست تا روی طبقه بالا. پس ما میخوایم ببینیم که وقتی کاربر روی پله 14 قرار گرفته سرش با سقف چقدر فاصله داره، درسته؟ پس ما برای اینکه ببینیم سرش با زیر سقف چقدر فاصله داره باید این ضخامت سقف رو، این ضخامت لبه وید رو ازش کم بکنیم. پس این ارتفاعی که به دست آوردیم رو منهای 50 که ضخامت سقفمون هست میکنیم. ارتفاعی که بهمون میده 179 ممیز 6. یعنی فردی که روی پله 14 قرار میگیره تا زیر این سقفی که بالا سرش هست 179 ممیز 6 سانت فاصله داره. خب این ارتفاع سرگیره. یک فرد 180 سانتی 190 سانتی سرش حتما با لبه این وید برخورد میکنه. خب ما اومدیم چیکار کردیم توی این حالت؟ تعداد پله ها رو کم کردیم، ارتفاع پله رو بالا بردیم. یعنی 378 ممیز 3 رو که ارتفاع کف تا کفمون هست تقسیم بر 20 کردیم. به جای 23 تا پله 20 تا پله در نظر گرفتیم. ارتفاع هر پله‌مون شد 18 ممیز 9. حالا همین عملیات رو برای همین ارتفاع پله انجام میدیم. یعنی ارتفاع 18 ممیز 9 رو ضرب در 14 میکنیم میشه 264 ممیز 8. این ارتفاع روی 14مین پله تا روی کف طبقه هست. پس ضخامت سقف رو یعنی ضخامت 50 سانت رو ازش کم میکنیم میشه 214 ممیز 8. این 214 ممیز 8 نشون میده که ارتفاع دیگه ما اون سرگیریه رو رد کردیم. ارتفاع سرگیریمون در حدود 205 تا 210 سانتی متره. خیلی خوب. ما با شعاع باز توی همین وید طراحی رو انجام دادیم. حالا الان میخوایم در واقع قسمت بیشتری از وید رو ما ببندیم. بستن یعنی چی؟ یعنی من میخوام وید رو برای کارفرما، یعنی یکی از مزیت‌هایی که میخوایم به کارفرما بگیم که طراحی ما داره، ما میخوایم وید رو از یک جایی به بعد که الان بهتون میگم از کجا میخوایم ببندیم و این قسمت از وید رو که ما میبندیم به سطح کف طبقه بالا اضافه میشه. در واقع داریم فضای طبقه بالا رو برای کارفرما بزرگتر میکنیم. خب عذرخواهی میکنم. خب کاری که میکنیم مثل مراحل قبل. اول از همه ارتفاع کف تا کف رو محاسبه میکنی. ارتفاع هر پله رو و تعدادش رو محاسبه میکنیم. ارتفاع کف تا کف ما 3 متر و 40 بود. ابعاد ویدمون هم یک ابعاد وید بزرگی بود. پس ما میتونیم تعداد پله های بیشتری رو توی این فضا بچینیم. 3 متر و 40 رو گفتیم اگر داخلش 20 عدد کف پله بچینیم ارتفاع هر پله میشه 17 سانت. درسته؟ حالا میایم اینو بررسی میکنیم. اولین کاری که گفتیم انجام میدیم از قسمت خروج 15 سانت، از قسمت وید میتونیم بین 5 تا 10 سانت که من الان اینجا 10 سانت فاصله میذارم که الان بهتون میگم چرا توی این حالت. خب و از قسمت ورودی یعنی شروع پله‌مون میتونیم هیچ فاصله‌ای نذاریم. اونم الان بهتون میگم چرا فاصله نمیذاریم. خب ببینید زمانی که پله داره شروع میشه، از سمتی که داره شروع میشه، چون فاصله خیلی زیادی داره تا زیر وید، درسته؟ به همین دلیل ما میتونیم توی این قسمت اگر سمت شروع پله‌مون دیوار نداشته باشیم میتونیم حتی این ضخامت شاسی در واقع پله‌مون رو، یعنی این مثلا 5 سانت 7 سانت رو
میتونیم ببریم زیر محدوده ویدمون، یعنی لبه، ببینیم ما چیزی که داریم در واقع طراحی میکنیم، ما داریم این لبه ورق داخلی رو توی طراحیامون لحاظ میکنیم دیگه، اون ورقی که چسبیده به کف پلا. پس ما میتونیم فاصله رو طوری تنظیم کنیم که مثلا این لبه بیفته تا زیر ویدمون. البته باز میگم اینجا چون از دقیقاً عمود عکس گرفته نشده، زاویه داره، شما فکر میکنید که این هولوش تقریبا 20 سانت زیر وید قرار گرفته. و حالا مورد دیگه ای که هست، اگر خب این سمت شما در واقع دیوار نداشته باشین، سمت ورود، سمت خروج هم دیواری نداشته باشین، پس قطعا شما برای توی این مسیر حرکت، یعنی توی این شعاع بیرونی، حتما شما نرده رو به صورت کامل باید در نظر بگیرید. حالا آیتمی که میمونه این قسمته که ما وقتی توی این قسمت پودر داریم، ارتفاع نرده توی استاندارد آتش نشانی 1.10 متر و توی حالا استاندارد کلی ما گفتیم که 1.10 متر برای در واقع لبه پرتگاه ها و جانپناه هست. برای کف پله ما گفتیم که از روی کف پله تا لبه بالایی در حدود 98 سانت 96 سانت اینطورا باشه که معمولا 98 سانت 98 سانت باشه کفایت میکنه. پس ما باید این رو در نظر بگیریم که این در واقع ارتفاع از روی کف پله ما توی این قسمت میانی گردش پله‌مون تا زیر پودرمون یا اصلا تا لبه کف طبقمون چقدره. خب ما معمولا ارتفاع کف تا کف رو داریم دیگه. پس توی قسمت میانی ارتفاع رو تا کف طبقه محاسبه میکنیم. ضخامت پودر، اگر پودر داشته باشه توی طرحمون، ضخامت پودر رو ازش کم میکنیم، ارتفاع از روی کف پله به دست میاد. این ارتفاع قطعا باید بیشتر از 98 سانتی متر باشه. اما این برای چه زمانیه؟ برای زمانیه که ما شاسی پله‌مون رفته چسبیده به دیوار پشتی، یعنی دقیقا ما رفتیم زیر پودر. پس وقتی میریم زیر پودر باید این ارتفاع بیشتری باشه که وقتی کاربر داره از پله ها بالا میره و دستشو از لبه نرده گرفته، این قسمت که داره از زیر پودر عبور میکنه در واقع شونه یا دستش برخوردی نداشته باشه. پس بهترین کارش اینه که کلا ما از لبه پودر هم یه فاصله بذاریم. حالا من اون فاصله 15 سانت رو نذاشتم چون در واقع ما دیگه نمیخوایم مثلا توی این قسمت نازوکاری دیوار رو داشته باشیم دیگه، چون دیوار عقب‌تر هست. ببینید توی این تصویرم الان مشخصه دیوار عقب‌تر از لبه پودرمون هست. پودر خودش یه ضخامتی داره. پس من اومدم از این لبه پودر الان 10 سانت فاصله گذاشتم و این شعاع رو میخوام ترسیم کنم. 10 سانت کافیه، چون مثلا اگر 2 محور باکس باشه 7 سانت ضخامت خود شاسیمون هست. خب تا به اینجا من الان میخوام کل شعاع دایره پلم داخل وید قرار بگیره، ولی توی این حالت میخوام ورودی و خروجی پلم از یک جبهه باشه. به عبارت زاویه گردش من میخوام 180 درجه باشه. پس چی کار میکنم؟ توی حالت قبلی که شعاع باز طراحی میکردیم مرکز دایره رو گذاشتیم روی خط خروجی پله. حالا الان من میگم میخوام کل دایرم توی همین محدوده قرار بگیره. پس وقتی که دستور سیر و سیرکل رو من فعال کردم و میگم که میخوام توی این محدوده دایره من باشه، میام از مرکز خطی که کشیدم. کدوم خط؟ من یه خط 15 سانت فاصله دادم، یه 10 سانت. اینا رو فیلت کردم و همین در واقع متصلشون کردم. از مرکز این خط دایره‌مو ترسیم میکنم تا به این انتها. الان کل دایره پله من داخل محدوده ویدم قرار گرفته. حالا من اینو مووش میکنم، میام بیشترین بیرون زدگی قوس دایره‌مو میذارم روی این محدوده فاصله 10 سانت. خب عرض پله رو گفتیم چون که محدودیتی نداریم و وید خیلی باز و خوبی داریم،
1.10 در نظر گرفتم. به سمت شعاع داخلی آفست میکنم. حالا توی این قسمت ببینین ما گفتیم ترجیحاً طراحی رو طوری انجام میدیم که کارفرما زیاد متحمل هزینه نشه. این یعنی چی؟ یعنی تا حد امکان وقتی که نیازی نیست ما میایم پاگرد رو توی طراحیمون طوری طراحی پله رو انجام میدیم که پاگرد خود به خود حذف بشه. پس من وقتی میخوام اولین خط کف پله‌مو با دستور لاین بکشم میام از مرکز دایره خطم رو ترسیم میکنم. یعنی چی؟ یعنی پله من توی این قسمت میاد میچسبه به لبه وید. درسته؟ خب دستور اری رو میزنم. اولین خط پله‌مو انتخاب میکنم. روی حالت پولار مرکز رو سلکت میکنم. گفتم حدودا میخوام 20 تا کف پله داشته باشم و گفتم که میخوام این 20 تا کف پله توی 180 درجه گردش داشته باشم. میشه این حالت. خب حالا میام اون پاخورای در واقع کف پله‌م رو بررسی میکنم ببینم تو اون حالت استانداردش هست یا نه. گفتیم از شعاع داخلی ترین شعاع پله‌مون 30 سانت به سمت مرکز کف پله‌مون حرکت بکنیم. حداقل پاخور توی اون قسمت باید 19 سانت باشه. خب حداقل پاخورمون چقدر شد؟ 23 سانت. حد اکثر پاخورمون 36 سانته. پاخور توی مرکز کف پله‌مون در حدود 28 سانته. توی قسمت حداقل هم تقریبا 19 سانته. خب این کاملا شرایط ایدئالی داره. یعنی همه این پاخورا با اون کاور پله‌ای که بهش اضافه بشه مرکز پله‌مون 30 سانت رو کامل داره. توی قسمت انتهایی هم نزدیک به 40 سانت میشه پاخور کف پله‌مون. پاخور مناسبیه. یه چیزی رو که توجه کنیم ببینیم الان اینجا شعاع دایرمون جمع‌تر شده. اختلاف قسمت انتها و ابتدای پله‌مون یا اختلاف پاخور حداقل و حداکثرمون رو می‌بینید چقدره؟ اینجا تقریبا توی قسمت داخل، حالا من مثلا سعی می‌کنم عدد رو رون در نظر بگیرم. توی قسمت حداقل پاخورمون 19 سانته، توی قسمت حداکثر تقریبا 38 سانته. تقریبا اختلاف این دوتا نسبت به همدیگه 2 برابره. اما توی این حالت طرح قبلی که با هم طراحی کردیم توی قسمت حداکثری ما پاخور 32 سانت رو تقریبا داشتیم. توی حداقلی 22 سانت رو داشتیم. تقریبا 10 سانت، یعنی اختلافشون به نسبت کمتر هست. اینو بهتون میگم که هر چقدر شعاع رو ما جمع‌تر و بسته‌تر میکنیم اختلاف پاخورامون بیشتر میشه. خب پله ما تا اینجا طراحی شد. یعنی ما یه پله‌ای داریم کاملا توی محدوده وید قرار گرفته. از اطراف فاصله 10 و 15 رو داره. تو قسمت ابتدای شروع هم که گفتیم فاصله نمیخواد و میرسیم به قسمت که الان میخوایم تکمیل کنیم. حالا بحث پاگردی که گفتم ما طوری طراحی میکنیم که دیگه پاگرد نداشته باشه. یعنی محدوده اتمام پله ما میشه این قسمت. به این شکل ما یه پله‌ای داریم که توی 180 درجه گردش داشته. به اضافه این که به مساحت طبقه بالای کارفرما تقریبا عرض 136 سانت در طول 4 متر و 60 سانت رو بهش دادیم.
یعنی در واقع ما کف طبقه بالا رو براش بیشتر کردیم. یه چیز هولوش تقریبا میتونم بگم 6 متر مربع رو به فضای مساحت طبقه بالا اضافه کردیم. خب چی بهتر از این؟ حالا یه چیز دیگه ای که میخوام الان توی این قسمت بهتون بگم، میرسیم به بحث در واقع پاگردی که میخوایم توی این قسمت طراحی بکنیم. ببینید من یه دونه 8 بزنم اینجا. خب این در واقع سطح طبقه بالامون هست دیگه، درسته؟ حالا بذارید اطلاعات دیگر رو هم وارد کنم. عرض پلمون 110 سانته. اینم در واقع الان میگیم که این شروع پلمونه، جهت حرکتمون به صورت ساعتگرد هست و توی این قسمت هم مثلث رو ترسیم کردم، میشه قسمت انتهایی پلم. خب این الان میشه پلان پله ما که توی این قسمت این میشه سطح طبقه بالا. یعنی کاربر وقتی که توی این محدوده قرار میگیره، لبه فضایی که ما نرده رو خواهیم داشت توی این محدوده است. ببینید این میشه محدوده‌ای که ما نرده داریم. این هم میشه اون محدوده کف طبقه بالا، درسته؟ پس یعنی این فضای اینجا میشه فضای اون چشم پله‌ای که در واقع داریم. یعنی مثلا حالا شما میتونید توی این مرکز یه لوستر آویزون کنید. اما یه حالت دیگه‌ای که هست، باز ما میتونیم به فضا و مساحت کف طبقه بالا اضافه کنیم، اینه که ما بیایم همین محدوده داخلی رو هم ببندیم. یعنی چجوری؟ خب مثلا کارفرما میگه که من سازه پلم رو به صورت 2 محور باکس اجرا میکنم. خب اوکی، ما ضخامت باکس رو لحاظ میکنیم، این 7 سانته. حالا از سمت بیرون و داخل یه فاصله هم برای حالا بحث نازوکاری و این داستانهاش میذاریم، چون محدودیت فضایی نداریم. تقریبا من 10 سانت فاصله میذارم. الان دیگه محدوده کف طبقه بالا میشه اینجا به این شکل. یعنی کاربر از این پله ها که میاد بالا، میاد وارد این طبقه میشه. یعنی اگر کسی این قسمت ها بیس از بالا پله رو نگاه کنه، این فضا هم، این نیم دایره هم بهش اضافه شده. حالا اون محدوده ای که ما نرده رو کار میکنیم، محدوده ای که میخوایم نرده رو نصب کنیم. ببینید من الان توی فاصله 10 سانتی گذاشتم، دارم مثلا هچ میزنم. حالا شاید الان براتون این سوال پیش بیاد که ما این فاصله گذاشتیم برای نازوکاری. میخوام بگم مسیری که ما الان میخوایم نرده رو نصب بکنیم توی این مسیر هست. خب این میشه یه حالت دیگه که به کف طبقه بالا ما اضافه میکنیم. حالا یه حالت دیگه هست که خب ما مساحت بیشتری رو به فضای بالا اضافه میکنیم، که این حالتی که ما بیایم تعدادی از این پله ها رو تا جایی که سرگیر نمیشه هم به مساحت کف بالا اضافه کنیم. خب قطعاً که ما زمانی که این دایره رو کامل باز داریم، یا حالا حداقل نصف دایره، مثل اون حالت قبلی که من براتون کشیدم، خب حالت ویدمون قشنگتره. یه لوستر آویزون میکنین
که توی طبقه پایین از مرکز پله در واقع آویزون میشه. بعد حالا اون رو در نظر نگیریم، توی این حالت باز مثلا میتونیم بگیم این حالت هم قشنگه، ولی دیگه هر چقدر که هی بوج رو میاریم به حالتهای غیر معمول میبندیم یه خورده از زیباییش کم میشه دیگه در واقع. ولی خب ممکنه که کارفرما بخواد این کار رو انجام بده. حالا ما از کجا بدونیم که تا چند تا از این پله ها رو میتونیم روش رو ببندیم به سطح طبقه اضافه کنیم؟ همون حالتی که تا الان محاسبه میکردیم. ارتفاع هر پله‌مون 17 سانت بود. ضخامت سقف رو گفتیم چقدره؟ ضخامت سقف توی این حالت نزدیک به 40 سانت بود. خب ضخامت سقف 40 سانت بود. 17 سانت رو با 40 سانت جمع میکنیم، با 2 متر قد انسان جمع میزنیم، از ارتفاع کل یعنی 340 کم میکنیم، تقسیم بر تعداد ارتفاع یه پله میکنیم. تقریبا ما 4 تا 5 تا پله رو میتونیم بیایم زیر بود. حالا ببخشید دوستان، ارتفاع پله فکر میکنم در حدود 50 سانت بود، یعنی 17 سانت رو به اضافه 50 به اضافه 2 متر از ارتفاع کل 340 کم میکنیم، تقسیم بر ارتفاع یه دونه پله میکنیم، میشه 17 تا. ما تقریبا 4 تا پله رو میتونیم روش رو بپوشه. حالا میایم طبق این چیزی که حساب کردیم 4 تا پله رو تقریبا میبریم زیر void. مثلا میشه این. خب حالا باید حساب کنیم که فکر کنم یه قسمتی باز. خب الان باید حساب کنیم که تقریبا بیایم از روش معکوس محاسبمون رو انجام بدیم. یعنی چی؟ بگیم اگر ما این 4 تا پله رو داریم میبریم زیر فضای وید، بذارید من اینو زمانی که میخواین هچ بزنین، اگر محدوده‌ای که میخواین فضاشو هچ بزنید بزرگ باشه یه خورده این ارور میده و قسمت های دیگر رو میگیره. بهترین حالتش اینه که بیاین توی اون قسمت با خط اون فضا رو یه ذره کوچیک‌ترش کنین. توی این حالت دیگه هچتون میگیره. خب این مثلا ما اینجوری بستیم. خب حالا بیایم معکوس محاسبه کنیم ارتفاع سرگیریمونو. گفتیم ارتفاع پله‌هامون 17 تاست. تعداد پله هایی که داخل وید داریم و زیر سقف نرفته رو میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 17 رو ضرب در 15 میکنیم، میشه ارتفاع از روی کف تا روی این یه دونه کف پله‌ای که داریم. ضخامت سقفمون که 50 سانت بود رو ازش کم میکنیم، میشه 2 متر و 5. 2 متر و 5 ارتفاع سرگیری استانداردی هست. پس به این نتیجه میرسیم که حالا از حالت معکوس هم حساب میکنیم دیگه. پس به این نتیجه میرسیم که ما میتونیم تا جایی که پلمون سرگیر نشه رو بیایم بپوشونیم و به سطح فضای بالا اضافه کنیم. که البته خب میبینیم دیگه این حالت بسته شدن وید، که البته خب این هم باید این قسمت ادامه داشته باشه دیگه. یعنی وقتی که میخوایم ببندیم خب این باید به یه انتهایی برسه. می‌بینیم که مثلا این حالت بسته شدن وید چیز خیلی قشنگ و جالبی نیست، ولی خب اگر کارفرما فضاش کوچیک باشه، محدود باشه، شما میتونید این امکان رو بهش بدین که به مساحت طبقه بالاش اضافه بکنید. خب بچه‌ها یه چیز دیگه که اینجا من بخوام بهتون بگم، ما شعاع بازترین شعاع رو طراحی کردیم
طراحی با شعاع 180 درجه رو هم انجام دادیم. یه زمانهایی هستش که شما میتونید طراحی با شعاعهای یه خورده جمع‌تر هم انجام بدین. یعنی میخوام بهتون بگم زمانی که اون پلان وید زیر دستتون قرار میگیره، بیاین حالتهای مختلف، آلترناتیو های بیشتری رو به کارفرما ارائه بدین و خب متعاقبا هزینه هاش رو هم بهش اعلام میکنین. دیگه کارفرما با توجه به کاربری فضا و مزیت ها و معایبی که هر کدوم از این مدل طرحاتون داره باید انتخاب بکنه که بخواد مثلا گردشش توی 180 درجه باشه، به مساحتش اضافه بشه، بخواد در واقع به صورت مستقیم و ال شکل باشه، پاگرد میانی رو داشته باشه، یا بخواد به صورت شعاع بازتر و یا شعاع بسته تر داشته باشه که توی این حالت ممکنه شما پاگرد رو داشته باشین. ولی خب فرم ورودی که بهتون میده مثلا توی طبقه پایین، این ورودی وقتی زاویه دار هست دید جذاب تری، یعنی این گردش پله دید جذاب تری رو به مخاطب القا میکنه. خب این میشه یه حالت دیگه‌ای که ما توی طراحی پله گرد انجام میدیم. خب دوستان فکر کنم من داشتم توضیح میدادم، شما تصویر رو نداشتین. اینو داشتم خدمتتون میگفتم، وقتی وید زیر دستتون قرار میگیره حالتهای مختلف طراحی رو میتونین اجرا کنیم. به صورت ال شکل میتونه داشته باشه با پاگرد میانی، بزرگترین شعاع ممکن رو میتونین توی طرح به کارفرما ارائه بدین. میتونین گردش 180 درجه رو با مزیت‌هایی که میتونین به سطح طبقه بالا اضافه کنید بهش پیشنهاد بدین و میتونین یه خورده شعاعتون رو، فرمتون رو، گردشش رو یه ذره بیشتر بکنین. خب ورودی زاویه دار میشه، از طبقه پایین دید بهتری نسبت به این پله هست و جلوه بیشتر و قشنگتری پیدا میکنه. اما خب یه بحثی که هست، زمانی که همونطور که خدمتتون گفتم، زمانی که مرکز دایره پلمون روی خط انتهایی که پلمون میخواد بهش برسه قرار نمیگیره، ما یه فضایی داریم به اسم پاگرد که این فضا در واقع میاد کف دستگاه پله ما رو به کف طبقه بالا متصل میکنه. حالا این پاگرد رو اگر کارفرما بتونه به صورت مصالح بنایی اجرا بکنین، یعنی اگر شما نسبت به این طرح تعصب خاصی داشته باشین و دوست داشته باشین که اجرا کنین، اما کارفرما نتونه، حتی کارفرما خودش دوست داشته باشه اجرا کنه اما نتونه هزینه پاگرد رو بده، میتونین بهش پیشنهاد کنین که این ورق در واقع پاگرد رو با شعاعی که شما طراحی میکنین نوردش رو انجام میدن بیرون، حالا یا اون سازنده یا خودتون، نوردش انجام میشه و این قسمت فضای پاگرد رو کارفرما میتونه با مصالح بنایی پر کنه. یعنی همین طرح زیبا رو کارفرما میتونه بهش برسه، همین که میتونه دیگه متحمل هزینه نشه. خب میریم سراغ طراحی پله به صورت حوله لوله. من این فایل های اضافی رو ببندم. خب طراحی پله حوله لوله. پله حوله لوله یک نمونه دیگه از پله های گردی هستش که میخوایم طراحی بکنیم، اما تو حالت خاص‌ترش، تو شعاع بسته تر. پله حوله لوله رو بهش پله مارپیچ، حوله لوله، محور میانی یا لوله مرکزی هم بهش میگن. حالا با این القاب صداش میکنن. در واقع همون پله‌ای هستش که ما یه لوله مرکزی داریم با قطرهای مختلف. قطرهای مختلف منظورم بسته به شرایط پروژه میتونه قطر این لوله تغییر بکنه.
و کف پله هایی که حول این لوله در گردشه. خب این پله هم مثل پله های دیگه یه سری اجزایی داره، یعنی شاسی بدنه داره که همون شاسی بدنه در واقع همون لوله مرکزی و در بعضی مدل ها ورق محیطی هستش که دور کف پله ها در گردشه. کف پله رو داریم، نرده خود پله، هندریلش، نرده بالکن که توی مدل های پله هول لوله چون گردش پله روی خودش هست ما حتما در واقع بحث پاگرد رو داریم. حالا این پاگرد یا به صورت فلزی یعنی از جنس خود پله است یا به صورت مصالح بناییه. و آیتم های دیگه که هست مثلا پلیتی که توی کف نصب میشه و پلیتی که توی قسمت خروجی پله نصب میشه اینا میشه ساختار کلی پله هول لوله. ما توی طراحی پله هول لوله اولین کاری که میکنیم میایم مثل بقیه پله ها تعداد در واقع پله ها و ارتفاع هر پله رو محاسبه میکنیم. با توجه به اون محیطی که داریم، اون محدوده‌ای که داریم، شعاع دایره رو ترسیم میکنیم، لوله مرکزیمون رو هم ترسیم میکنیم. اون عرضی که باقی میمونه میشه عرض در واقع پله هول لوله‌مون. منظورم از این که با توجه به فضایی که داریم شعاع رو طراحی میکنیم چیه؟ ببینیم معمولا پله هول لوله خب برای فضاهایی طراحی میشه که متراژها کم، محدودیت دارن، حالا چه تجاری باشه چه مسکونی باشه، در هر صورت محدودیت ابعادی ما داریم توی اینجور فضاها. اما مثلا الان توی این نمونه ما یه دونه در ورودی واحد رو داریم، پس باید پله گردش داشته باشه، اوج گرفته باشه که کاربری که از این زیر تردد میکنه براش سرگیر نباشه. یه دونه درب فضای مجاور ورودی رو داریم و این محدوده راه رو که برای تردد به سمت این دوتا در هست. پس ناخودآگاه ما وقتی توی محدودیت قرار میگیریم مشخص میشه که چه شعاعی رو باید برای طراحی پله هول لوله‌مون داشته باشیم. و بعد از اون دیگه میریم سراغ محاسبه سرگیری پله روی خودش و محاسبه سرگیری نسبت به پاگرد پله. چون پله هول لوله پله‌ای که تماما روی خودش در گردشه، پس ما اگر یک دور روی خودش در گردش باشه ما یک دور در واقع باید محاسبه ارتفاع سرگیری پله رو نسبت به خود در واقع نسبت به پاگرد باید محاسبه کنیم. اگر این پله دو دور روی خودش گردش داشته باشه ما باید نسبت به پاگرد محاسبه کنیم. خب قدم اول محاسبه تعداد پله ها و ارتفاع هر پله با توجه به استاندارد فضایی اون پله، مثل بقیه پله هایی که طراحی کردیم. مثلا توی این کار که الان میریم توی فضا اتوکد طراحیش میکنیم، ارتفاع کف تا کفمون 3 متر و 85. کاربریش هم کاربری مسکونیه، پس ارتفاع بین حدوداً 17 تا 21 سانتی متر. پس 3 متر و 85 رو ما میگیم اگر حدوداً 20 تا پله داشته باشیم ارتفاع هر میگیم مثلا ارتفاع هر پله میخوام در حدود 19 تا 20 سانت باشه دیگه. پس 385 رو تقسیم بر 19 میکنیم، میگیم ارتفاع پله میخواد 19 سانت باشه، تقسیم بر 19 میکنیم میشه 20/3. پس این نشون میده که ما اگر 20 تا پله توی این ارتفاع بچینیم ارتفاع هر پله‌مون میشه 19/3. بعد از اون ما میایم لوله مرکزی رو ترسیم میکنیم. ببینید الان توی این اسلاید ما 3 تا پله هول لوله داریم با 3 تا قطر مختلف. ابعاد این مدل پله‌مون انقدر کوچیکه، یعنی ما یه دیوار داریم به عرض 1 متر و 35 بود که توی این 1 متر و 35 ما کلا تونستیم پله هول لوله رو اجرا کنیم. خب شما در نظر بگیرید این لوله مرکزی قطرش یعنی پشت تا پشت این لوله
قطرش حدودا 9 سانت تا 10 سانته. عرض شونه های این فرد رو نگاه کنید، نصاب رو. یعنی این پله عملا برای این مناسبه که یک نفر آدم بره بالا و یک نفر بیاد پایین، یعنی برای تردد همزمان دو نفر نیست، برای جابجایی وسیله هم نیست. این پله رو نگاه کنید. این پله که باز طراحیش رو بهتون میگیم، قطر لوله حدودا 15 سانتی، یعنی پشت تا پشت این لوله 15 سانتی متره. خب هرچند لوله مرکزی بزرگتر میشه، این تیزی پله هایی که بهش متصل میشه کمتر میشه. حالا ما گفتیم این پله برای فضاهایی که کلا محدوده دیگه، ابعاد کمی داره. یه زمانی هستش که نه، کارفرما از این مدل پله خوشش میاد، دوست داره این مدل پله رو داشته باشه، فضاش هم فضای کوچیکی نیست. خب توی این حالت شما میتونید قطر لوله مرکزی رو قطر بزرگتری در نظر بگیرید، درسته؟ پس ممکنه که کارفرما بخواد حالا محدودیت ابعادی نداشته باشه و بخواد مدل حول لوله رو اجرا بکنه. توی این حالت هم مشکل نداره، ما میتونیم قطر لوله رو بزرگتر تا قطر 30 سانت هم در نظر بگیریم، لوله مرکزی و کف پله ها رو دورش بچینیم. خب بریم سراغ فضای اتوکد و ترسیم این مدل پله. خب توی این مدل پله ما یه فضایی داریم یه فضای حیاته که میخوایم از این قسمت حیات به قسمت بام اتصال داشته باشیم. محدودیت هایی که داریم، مسیر تردد به سمت در واقع درب ساختمون هست، ما نمیتونیم روی این نیم طبقه بریم، پس قاعدتا باید شروع پلمون از این محدوده باشه و اینکه خروجی رو ما حتما میخوایم توی این محدوده داشته باشیم، یعنی ما بین این دوتا دیوار این سمت‌تر نباشه که بخواد جلوی دید و نور در واقع پنجره رو بگیره. خب شروع کار طراحیمون، ارتفاع کف تا کف رو 3 متر و 85 هست. ما گفتیم که تقریبا چون که فضا مسکونیه، ما میتونیم تقریبا ارتفاع پله ها رو بین 19 تا 20 سانتی متر داشته باشیم. یعنی چی؟ تقریبا بین 17 تا 20 سانتی متر داشته باشیم. حالا میگیم اگر ما ارتفاع هر پله رو 19 سانت در نظر بگیریم، خب نشون میده که اگر 20 تا پله بچینیم، ارتفاع هر پله میشه 19/2 یا 19/3. پس تعداد پله هامون مشخص شد. ما 20 تا پله داریم که باید ترسیم کنیم. خب توی این محدوده نباید باشه، جلوی این قسمت هم نباید قرار بگیره که در واقع پنجرمون هست. دایره مرکزی پله حول لوله‌ای که ترسیم میکنیم، قطر شعاعمون 4.5 سانت هست، یعنی قطر دایره مرکزی پله حول لوله تقریبا نزدیک به 9 سانتی متر میشه. خب ما لوله مرکزی رو ترسیم میکنیم. عرض پله رو ببینید همونطور که توی این تصویر ما میبینیم. من تصویرهای اضافی رو پاک کنم، ببندمشون رو. خب فضای محوطه بیرونه، پس ما محدودیت ابعادی نداریم به اون صورت، پس میتونیم عرض پلمون رو همون 1 متر در نظر بگیریم. پس من میام لوله مرکزی رو 1 متر آفست میکنم. قدم بعدی ترسیم خط اولین کف پلم هست. خط اولین کف پله رو ترسیم میکنم. ببینیم بحث این، حالا ما باید این پله رو که الان داریم طراحیش رو انجام میدیم، بعد جابجاش میکنیم، جهت ورود و خروج رو هم در نظر میگیریم، ولی اول کار که میخواین طراحی بکنین حتما
یه ذهنیتی نسبت به جهت ورود و خروج پله داشته باشین. خب پله ما زمانی که داره گردش میکنه بهترین حالتش توی این شرایطی که هست به صورت ساعت گرده. یعنی زمانی که کاربر داره به سمت ورودی نزدیک میشه یا میتونه از این ورودی بره داخل ساختمون یا میتونه از همینجا به صورت ساعت گردش کنه و بره به سمت بالا. پس بهترین حالتش باز هم این بستگی داره به اینکه پلتون کجا تموم بشه. گاهی اوقات تموم شدن پلتون و محدودیت هایی که دارین نمیذاره مثلا ما اینجا به صورت ساعت گردش داشته باشیم. پس در اینجور مواقع الزاما باید به صورت پاد ساعت گردش رو داشته باشیم. خیلی خوب، اولین خط پلمون رو با عرض پلمون رو داریم، دستور اری رو میزنیم، آبجکتی که میخوایم بچرخه رو انتخاب میکنیم روی حالت پولار و انتخاب مرکز دایره. خب قطعا توی این شعاعی که ما گردش داریم 20 کف پله رو نمیتونیم جا بدیم. ببینید الان 20 کف پله رو که گذاشتیم چقدر پاخور پله ها به هم نزدیکه. خب ما توی این حالت توی پله های حول لوله، حالا اصلا بخواد لوله مرکزی ما به این صورت بخواد مثلا لوله مرکزی کوچیکی باشه، بخواد به این شکلی که الان توی تصویر نشونتون دادم لوله مرکزیمون بخواد حدوداً 15 سانتی متر باشه. در هر صورت بسته به ارتفاعی که ما داریم ناخودآگاه توی پله های حول لوله ما شاید در حدود یک دور و نصف یا حتی 2 دور گردش رو روی خودش داشته باشیم. پس ما تعداد پله ها رو کم میکنیم. بهترین حالتش اینه که شما اون پاخور قسمت حداکثری رو در اندازش رو بزنیم و متناسب با این و پاخور قسمت 30 سان هی با زاویه های گردشش بازی کنیم. میگم اگر خود طراحی بیشتری رو انجام بدین ناخودآگاه دستتون میاد. اما الان میبینیم که ما توی قسمت فاصله 30 سانت پاخورمون که باید حداقل 19 سانت باشه در حدود 10 سانته. پس ما تعداد در واقع پله هامون رو میایم کمتر میکنیم. شد 11 تا 11 سانت دوباره میکنیم. تعداد پله ها رو 17 سانت به 12 رسیدیم. میکنیم 16 سانت به 13 رسیدیم. پاخور قسمت انتهایی رو هم نگاه کنید. ما نمیتونیم پاخور انتهایی رو 50 سانت داشته باشیم. میکنیمش پاخور رو 15 سانت. الان توی فاصله 30 سانت ما 14 سانت داریم، اما توی فاصله حداکثریمون ما حدوداً پاخور 43 سانت رو داریم. الان ببینید من اگر تعداد پله ها رو به 14 سانت بزنم چجوری میشه؟ اگر بخوایم این پله ها رو میشه 40 و تقریباً 7 سانت. خیلی پاخور زیادیه. همون قضیه پیش میاد که وقتی میخوای تعداد پله ها رو 3 تا 4 تا بالا بری، پشت سر هم یعنی بدون وقفه بالا بری، 4مین پله 5مین پله زیر پات خالی میشه. پس دیگه توی پله حول لوله ما ممکنه که این قضیه که توی فاصله 30 سانتی متری پاخور مثلا 19 سانت حداقلی رو داشته باشیم نتونیم این رو رعایت کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر این اختلافی که توی این قسمت پیدا میکنه. پس ما این تعداد پله ها رو ببین. الان مثلا من میبینم 12 تا در نظر میگیرم. 12 تا این پاخور هنوز باز به 19 سانت هم نرسیده، ولی پاخور حداکثریمون به 50 سانت رسیده. خب تقریبا 43 سانت رو قرار میدیم. باز هم میگم این پاخوری که ما الان مثلا 43 سانتی که توی حداکثری که داریم به خاطر اینه که ما عرض پلمون در حدود 1 متر هست. ببینید عرض پلمون 1 متره. الان من اگه عرض پله رو مثلا 90 سانت در نظر بگیرم، یعنی اینو 10 سانت کوچیک‌ترش کنم، پاخور پله رو ببینید. پاخور پلمون به 39 سانت میرسه. پس توی این حالت ما میتونیم زاویه گردشش رو یه خورده بازتر بکنیم. درسته؟ خیلی خوب.
پس ما وقتی که کف پای 30 سانتیمون رو توی قسمت حداکثری میذاریم، حداکثری پله میذاریم، باز هم 13 سانت فاصله داره. توی قسمت میانی رو هم در نظر میگیریم. قسمت میانیمون تقریبا 23 سانت پاخورمون، یعنی بالا رفتن ازش راحت، پایین اومدن ناخودآگاه ما از قسمت حداکثری میایم پایین. خب ما الان پاخور تعداد پله هامون رو، تعداد تقسیمات روی دایره‌مون رو تقریبا 15 تا گذاشتیم. 15 تا حدوداً جواب میده، ولی باز تا انتهای طراحی پیش میریم چون ممکنه که تغییر کنه. تعداد پله هایی که برای این قسمت در نظر گرفته بودیم تقریبا 20 سانت هست، درسته؟ حالا شروع میکنیم به مشخص کردن جهت خروج و جهت ورود. حالا ببینید من الان میخوام جهت ورود و خروج رو مشخص کنم. خب این خیلی قابل تغییره. پس من بهترین کار اینه که اول بیام پلم و جاشو فیکس کنم، پاگردم رو محدودش رو مشخص کنم، بعد از روی پاگرد به صورت معکوس شروع کنم به شمردن تا اولین پلم به دست بیاد. اینجوری خیلی راحت تره. خب ما الان این طراحی پله‌ای که داریم انجام میدیم، داریم برای فضایی انجام میدیم که نازک‌کاری شده و در واقع حالا تو حالت بازسازی هست. پس ما میتونیم این فاصله رو در حدود 5 سانت هم بذاریم. چرا؟ چون ورق محیطی پله حول لوله تقریبا یه ورق حدوداً 8 میل هست. حالا باز میگم توی ارتفاعهای مختلف و عرضهای مختلف قابلیت اضافه شدن هم داره. تقریبا 8 تا 10 میله. پس کمتر از 1 سانت رو داره درگیر میکنه. پس من اگر فاصله 5 سانتی از این قسمت انتها قرار بدم، پلم رو به این 5 سانت بچسبونم، این معقوله. حالا چیز دیگه ای که میمونه اینه که من میخوام پاگرد براش تعریف کنم. خب پاگردی که میخوایم تعریف کنیم یه شکل ظاهری مثلا منظم و مرتبی باید داشته باشه، به اضافه این که خب باید پاگرد راحتی باشه، خیلی کوچیک نباشه. من میام این پلم رو روتیت میکنم تا جایی که یکی از این خط پله هام به این گوشه وصل بشه. به یکی از این گوشه ها من باید محدود بشم که یه ذره شکل منظم تری پیدا کنه. خب به این صورت، یعنی الان امتداد این خط من میرسه به یکی از این دهنه هایی که قرار پاگردم در واقع خروجیم از اونجا تعریف بشه. حالا این قسمت دیگه پاگردم، خب پاگرد رو ببین، چون در واقع قسمت انتهایی پله ها عرض پاخور 40 سانتی داره، تقریبا خود این الان ما 3 تا 40 سانت حالا به صورت محیطی در واقع داریم در نظر میگیریم. اینجا فضای پاگردمون رو داره پوشش میده. پس ما پاگردمون رو یا میتونیم در همین امتداد ببندیمش، یعنی همچین حالت تیز و نامعقولی داشته باشه، یا اینکه میتونیم از همون انتهایی که در واقع خروجی کار ما هست از اون قسمت به صورت عمود بیایم پایین، از این قسمت به صورت عمود بیایم پایین تا جایی که به محیط پلمون میرسه و بعد به سمت مرکز. یعنی پله ما یه همچین حالتی داشته، پاگرد ما یه همچین حالتی داشته باشه، خیلی تیز نباشه. پس ما در حدود 3 پا کف پله و تقریبا نصفی رو به پاگردمون اختصاص دادیم. خیلی خوب، پاگرد ما قراره که در واقع 20مین کف پله ما باشه. شکل ساخته شدهش رو بهتون نشون بدم. ما پاگردمون قراره که 20مین کف پله باشه، یعنی پاگرد ما هم سطح کف طبقه بالا باشه. خصوصا توی این مدل پله که به نسبت حالا پله خیلی راحتی هم نیست،
بهتره که ما توی پله های حول لوله طوری طراحی رو انجام بدیم که پاگرد خودش بشه یک سطحی از مساحت کف طبقه بالا، یعنی به صورت یک پله نباشه بهتره، چون خب خطرناکتره. پس ما با این اوصاف این الان میشه پاگردی که ما داریم، درسته؟ حالا من بقیه‌اش رو 8 نمیذارم، همین مقدار کافیه. بذاریم اولین پله رو هم مشخص کنیم. خب این پاگرد ما به صورت گفتیم ساعتگرد میریم بالا دیگه. پاگرد ما میشه 20مین پله. این پاگردمون شروع میکنیم به شمارش 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. این که اولین پله ما. دیدین؟ اگر حالا ما میخواستیم از اول بیایم شروع کنیم به شمردن پلمون رو مشخص کنیم، در صورتی که هنوز موقعیت پاگردمون و پلمون کامل مشخص نبود، خب خیلی برامون سخت‌تر میشد. پس ما 20 تا کف پله داریم. یه بار دیگه حساب میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حالا ما خارج از محدوده پاگردمون 20 تا کف پله داشتیم، 9 تا کف پله داشتیم، درسته؟ ما باید ارتفاع سرگیری رو نسبت به پاگرد حساب کنیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که کاربر داره از روی این پله به سمت پایین میاد، این قسمتی که لبه خود پاگردمون هست، ببینید این پاگرد این قسمت تموم میشه دیگه. این قسمتی که لبه پاگرد هست یعنی زمانی که کاربر داره از پله ها میاد پایین، روی این کف پله قرار میگیره و میخواد بره کف پله بعدی، ما باید این ارتفاع رو حساب کنیم که سرش با لبه پاگرد برخورد نداشته باشه. ببینیم زمانی که کاربر از روی پله داره میاد پایین، میرسه به یکی از این کف پله های ما قبل پاگرد، باید حساب کنیم این ارتفاع رو که سرش با لبه پاگرد برخورد نداشته باشه. پاگردهای پله های حول لوله معمولا ضخامتشون خیلی کمه، چون به اندازه یک پروفیل هست که حالا با ارتفاع 6 یا 4 ساخته میشه. ما در کل مثلا ارتفاع سرگیری یعنی ضخامت رو برای پاگرد 8 سانت اصلا 10 سانت حساب میکنیم، بین 8 تا 10 سانت، با اینکه 4 سانت رو هم داریم. ولی خب ببینیم ما گفتیم ارتفاع کف تا کفمون چقدره؟ 3 متر و 85. 3 متر و 85. تعداد پله هامون 20 تا بود. ارتفاع هر پله شد 19.5. تعداد پله ها ما اینو حساب نمی کنیم. این تعداد پله هایی که از 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 تا پله خارج پاگردمون داریم. ارتفاعش رو ضرب در 11 میکنیم، میشه 2 متر و تقریبا 12. حالا ما گفتیم ضخامت پاگردمون تقریبا تو پرترین حالتش اگر بخوایم حساب کنیم 10 سانته. خب 2 متر و 12 رو ما ضخامت پاگرد رو هم ازش کم بکنیم، باز دوباره 2 متر و 2 باقی مونده. یعنی ارتفاع از روی تازه این کف پله تا زیر پاگردمون 2 متر رو داره. پس این پله دیگه سرگیر نمیشه. خب اطلاعات نقشه رو وارد میکنیم دیگه. بحث طراحی حول لوله‌مون تموم میشه. قسمت میانی عرض پلمون رو داریم.
خب خب من قسمت خروج پله رو با مثلث نشون میدم. مثلثم رو روی آخرین کف پله میزنم. پاگردم چون هم سطح طبقه بالاست در واقع دیگه پله محسوب نمیشه دیگه. خب جهت گردش هم به صورت ساعت گرده، یعنی از اینجا میچرخه، شعاع بیرونی دور میگرده میاد اینجا و ادامه پیدا میکنه. این یه سری چیزایی که بستگی به خودتون داره این تزییناتش و این مشخص کردن دیتیل هاش، ولی طوری باید باشه که خانه باشه، یعنی کارفرما یا کاربر باید متوجه این بشه که ورود پله من از اینجاست، یک دور گردش داره، بعد از یک دور گردش 360 درجه باز دوباره 3-4 تا پله دیگه ادامه پیدا میکنه، میاد روی پاکت و میره کف طبقه بالا. حالا این پله‌ای که ما طراحی کردیم با عرض 1 متر نه جلوی محدوده ورود و خروجمون رو گرفته، یعنی نه با این تداخل داره، نه جلوی پنجره رو گرفته، به اضافه اینکه چون 1 متره و پاخور توی قسمت انتهایش هم بیشتره، عملا این نیمه بیرونی پله رو دیگه راحت تر میشه استفاده کرد. ما توی بحث ضوابط حالا به جز قسمت میانی توی پله های حول لوله میگه پاخور رو باید تو فاصله 40 سانتی از شعاع بیرونی در نظر بگیریم. توی فاصله 40 سانتی از شعاع بیرونی پاخور پله ما در حدود 27 سانته، درسته؟ یعنی اگر من میخواستم مثلا اینجا تعداد پله هایی که توی یک دور در گردش هست رو کم کنم، مثلا الان اگر اینو یه دونه کمتر میکردم میذاشتمش 14 سانت 14 دیگه پاخور پله من 26 سانت نمیشد توی این فاصله 40 سانتی. ببخشید بیشتر میشد دیگه 26 سانت 27 سانت نمیشه، میشه 29 سانت، ولی این بیشتر میشه، درسته؟ خب این باز دوباره باعث میشه که تردد از قسمت انتهایی با دوگام انجام بشه. پس ما تا جایی که بتونیم به صورت ایمن و تک گام پله ها رو پشت سر هم طی بکنیم، همین قسمت 40 سانت به شعاع انتهایی به سمت انتهای طرحمون هست و یک دور 360 درجه به اضافه 4 تا کف پله اضافه تر در گردشه. خب دوستان این شد بحث آموزش طراحی پله حول لوله که همه این آیتم هایی رو که حالا اینجا من براتون توضیح دادم رو اومدم توی بحث طراحی گفتم، محاسبه ارتفاع سرگیری رو گفتم و توی طراحی حالا اینا رو خدمتتون توضیح دادم. امیدوارم که از این دوره آموزشی که تا الان داشتیم توی این 2 جلسه راضی بوده باشید، اطلاعات مفیدی بهتون داده باشم، اطلاعات کاربردی که با دید به ساخته شدن سازه پله هست رو شما دریافت کرده باشین. پیج اصلی خودم رو مهشاد.کیانی با 2 تا آی آخر که در واقع پیج دکوراسیون من هست رو دنبال بکنید. پیج استیرز دیزاین رو دنبال بکنید. توی این پیج ها مطالب آموزشی بیشتری براتون منتشر میشه که تکمیل کننده و تکرار شونده هست، چون ببینید هر یه دونه پله‌ای که داریم طراحی میکنیم هر فضای ویدمون یک حالت خاصی داره، یک چالشی داره. ما سعی میکنیم توی این پست‌های آموزشی که میذاریم هر بار بیایم یه دونه از این چالش‌های طراحی رو در واقع آموزش بدیم
که شما بتونید مجموع این آموزش ها رو کنار هم بذارید، یه پکیج کاملی رو داشته باشین از روش های طراحی پله. امیدوارم روز خوبی داشته باشین، خسته نباشین. اگر سوالی داشتین شماره من رو دارین، پیج های اینستاگرام من رو دارین، میتونین با هم در ارتباط باشیم.